دوستان، خوش آمدید به ویدیوی جدید از چنل داش ابراهیم گیم. امیدوارم حالتون عالی باشه، شب یلداتونم مبارک باشه. امروز ما اومدیم بازی فشاری انجام بدیم. این بازی که اسمش رو نمیدونم ولی همون فشاری بگیم حله. فقط قبل از اینکه ویدیو شروع کنیم لایک و ساب یادتون نره. اگه زنگوله نزدید حتما بزنید که اولین نفر باشید که از ویدیوهای ما خبردار میشه. به حمایتتون نیاز دارم، ممنون. بریم برای شروع ویدیو. اول که چیزی نیست، راحته. میریم سوا. خب راحت نیست اینگاری، باید بپریم اینجا. خب مرحله دوم، یه چند مرحله میریم تا وقتی فشارمون به حد کامل برسه و بترکیم. و این زایش سوراخی میخواد بیاد جلو. نه من فعلا فشاری نیستم، فعلا اینو راحتن. من اینو خیلی بازی کردم، یعنی معروف شده بودم اینو بازی میکردم. مثلا این مرحله هاشو یادم احساس میکنم. راحتن بابا، اینا راحتن. تو لایک رو بزن فعلا تا بریم ادامه ویدیو. خب میریم میپریم. نه اینا فعلا راحتن. خب بریم بعد. من این زمین رو رد کردم بابا، اینا هیچی نیستن. خب این تیغه فکر کنم قراره بیاد رو. ها بچه فکر کردی اینا چی هن؟ من همه اینا رو خوردم. بچه کوچولو اینا راحتن بابا راحته. انا اینا تمام کنم. برو بابا، اینا هندلند، اینا رواله. میپرم اینجا. ازش معلوم بود. نپرید. دستم خورده بود به این یارو. نه اینو بذار این ور که جلو دستمونه نگیره. بیا اوکی. من فعلا فشاری نشدم اصلا، اینا منو فشاری نمیکنن. داره خطرناک میشه. خب این قراره انگار یه تیغی بیاد بیرون. الان یه دونه میاد جلو. بابا صورت بریم. شبیه دهنت شد. پدر برو بسم الله برو. آی خب بریم مرحله سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. هیچی نیست، اینا راحتن. راحته هندله. بچه کوچولو بیا، جرأت داری یه بار دیگه بیا. نه بابا اینا هندله. حالا شاید من یه بار این بازی رو کردم تقلب به حساب بیاد. فعلا فشاری نشدیم. بله تنها بازیه که نمیتونی پیش بینی کنی چی قراره بشه. مثلا من این بوم، یکی از اینا ممکنه بوم باشه.
ولی بوم نیست. یا مثلا دوتا آخری هست. بچه نه اونو نمیگیرم، حس خوبی بو بالایی نداشتم. نه رواله فعلا فشاری نشدم. رواله فعلا قرمز شدم. دیگه میگم نمیشه تجربه کرد. اینا بومبه، همشون بومبن. حالا من بازی که میکردم تعداد مرگاتو میشمرد. این یه جدیدشه فکر کنم. این چیه؟ دیر عکس العمل نشون داد. بنده یه ذره جلوترم. بله این آدما رو عوض میکنه. این چیه؟ آها دوتا آدمی بگذرونه. وای سخته. ای پدرس بلش کن من حالا زنی ندارم. برو بیرون. بریم. دو نفری بازی کردن بود. با دوست. چرا اینجوریه؟ این وریه. چپ راستی بود. الله اکبر. روال فعلا فشاری نشدم. اصلا دیگه فهمیدم برعکسه. اینو بزنم اونا میرن هوا. اونم کجا آمد؟ به خود 3 تا بود. من اسکول. رواله فعلا رواله. چند تا من سوپرمنی مگه؟ رواله چیزش اومد دستم. نه اینو رد میکنم. من تو این فشاری قرار نیست بشم. ای بابا رواله ردش. ای بابا رواله این چپ و راست بود. پس باید رواله. آره من توی فشاری نمیشم. اون صدا میاد یعنی برعکس شد. ای پدر صلوات. نه رواله فشاری نشدم. یعنی چپ بود یا راست؟ خب رواله چند تا مرحله؟ 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 تا رفتم. بودو یعنی چی؟ وای میسیم وسط. نمیدونم. فشارم رفته بالا.
حله. این چیه؟ همون ول میکنم خودش میره دیگه. ای دارن نازک میشن عوضی ها. برو. خب نمیشه. بمونی که رویمونی که هستی بمونی. الان برعکس. چقدر سرعت پریدنش کمه. واه این چیه؟ چرا نازک شد؟ چیکار کنم؟ قدرت پریشش کمه. چپش روونتره. نگاه کنید. چپش روونتره از راست. چپش ضعیفتر از راستشه. برعکس شد الان. فهمیدم. رواله. فعلا اینش قوی تره. الان اینش قوی تر میشه. نه ببخش اینش قوی تر میشه. رواله من فشاری نیستم. یس. نه این روال بود. این خیلی ساده است. الان دونه باید حفظش کنی بعد دونه ظاهر میشه. بهش کنی خیلی ساده است. دوازش اینو عجله نکنی پدرسه.